بسم الله الرحمن الرحیم. اودوتان رینادیلا انصاف علی هدایت هستم و برنامه 165 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. امیدوارم که بتوانیم با آشنایی با یک کتاب چند صد ساله قدیمی به زبان ترکیه تخصصی علمی و همچنین آشنایی با یک کتاب دست نوشته خطی منحصر به فرد مثل اثر انگشتی که برای هر شخص منحصر به فرده، کتابی که منحصر به فرد باشه، بتونیم در زندان مهندسان جهلی که در 250 سال گذشته در ذهن و عقل چندین نسل از ما، بیش از 20 نسل از ما، یک زندان ضخیمی به درازهای 2250 سال رو ساختن، بتونیم شکافی ایجاد بکنیم، نوری بیفشانیم و بتونیم یه نوری چند کوچک در بیرون از این رو ببینیم و آزادی بیرون از زندان رو حداقل بتونیم تصور بکنیم. با این امید آرزو میریم دوباره از میان کتاب‌هایی که در هفته‌های قبل دانلود کردیم یکی رو دوباره پیدا میکنیم و میخونیم، ببینیم برای امروزمان و به شانس امروزمان کدوم کتاب آمده هست. دیروز اگر اشتباه نکنم موعظه بودور رو خوندیم و امروز ببینیم که منارالقمر چه چیزی هستش. بر اساس اون چیزی که اینجا نوشتن نتونستن تاریخ رو پیدا بکنن و فقط نوشتن که منارالقمر 108 صفحه کتابی هستش که در 54 صفحه PDF جا گرفته. ما مثل همیشه یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم، ببینیم اون چیزی که نسخه‌ای که در کتابخانه سلیم آقا، ببینم سلیم آنیه، یکی بود سلیم آقا بود، این سلیم آنیه یا سلیمانیه، ببخشید این کتابخانه سلیمانیه است، سلیمانیه نیست. این کتابخانه سلیمانیه هستش. یازما، حالا اینجا روی مهرم یه چیزایی نوشتن. ما بتونیم ببینیم اینجا این کتابخانه از نظر ظاهری، این کتاب از نظر ظاهری چه شکلی است. وقتی جلد رو باز میکنه ما اینجا جلد رو میبینیم که رنگش تقریبا یک رنگ سبز مایلی هستش. اینجا کتاب رو باز کرده، جلد رو میبینیم که همون سبز مایل اومده در داخل و از 4 طرف این رو چسبوندن. اینجا این صفحه خالی هستش ولی ما میتونیم عکس صفحه بعد رو اینجا ببینیم که از اینجا دیده میشه یک محاسباتی رو روی این کتاب انجام دادن و دوباره اسم مهر کتابخانه اینجا خورده و اینجا با بسم الله الرحمن الرحیم که در داخل یک کادر قرار دادن و از 3 جهت برای نقد این قضیه، نقد و حاشیه نویسی، فضای لازم رو گذاشتن. این خط بسیار زیباییه برای اینکه من میتونم بخونم، باهاش ارتباط عاطفی، ارتباط عقلی، ارتباط کلامی، ارتباط چشمی بصری، ارتباط عقلی، ارتباط تصویری، تصویر حروف و کلمات میتونم برقرار بکنم. حتی میتونم احساسات نویسنده رو هم باهاش ارتباط برقرار بکنم، یعنی احساسات موجود در کتاب رو، احساسات نویسنده که الله رحمتش بکنه. به این جهت زیباست، وگرنه زیبایی مفهومی دیگری برای شخص من نداره. کتاب رو ورق میزنیم تا اینجا، این 5-6 صفحه، بعد 1-2 صفحه خالی، 3 صفحه خالی هست و دوباره با یه جدول روبرو میشیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن. حالا این جدول جالبه. قل هو الله احد چیز بالا رفته، قل هو الله احد یعنی اون، حالا این 1 2 3 4 5 6 7 8 تا خانه جدول، این جدول در افقیش 7 تاست، عمودی 2 4 6 8 تا.
این 8 تا عمودی 8 تا افقی جدول خانه داره. در جدول بالا در اون خانه های ردیف اول جدول گفته قل هو الله الله صمد لم یلد، همون قل هو الله احد الله الصمد. حالا اونجا باید لام رو 2 تا بنویسه و تشدید بذاره، نذاشته، همین یه لام نوشته برای الله و یه تشدید بالاش گذاشته. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد، این ستون آخری رو آورده، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این جدول تموم شد اینجا، این آیه هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. جالبه که جا گرفته احد. یک از این طرف هم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد رو از پایین هم همینطور یه چیز جالبی کرده، یه بازی با کلمات جالبی رو اینجا انجام داده، خیلی زیبا. از هر طرف که بخونید میاد و اون آیه چیز میشه. و اینجا به اسمه سبحانه عز شأنه، دوباره این کتاب از اینجا یکی دیگه شروع میشه. اینجا دیگه کادر نداره، کلمات خیلی تو دل هم نوشته شده، سطرها خیلی به هم نزدیکه. روی بعضی از کلمات، بالای بعضی از کلمات خط قرمز کشیده و بعضی از کلمات رو با قرمز نوشته که حالا بعداً اینها رو تلاش میکنیم بخونیم. یه مقدار به خاطر اینکه این در هم رفتگی و تو دل هم بودن کلمات خیلی زیاده، احتمال میدم که با مشکل مواجه بشیم، ولی خب حالا بخونیم ببینیم چی هست. دوباره اینجا تموم میشه بعد 2-3 صفحه اینجا و دوباره یک مطلب جدیدی شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم حالا رسالت فی بیان منازل القمر. این هم احتمالاً هر کدوم یه قسمتی از اون چیز رو، این خط این کتاب دو مقاله اولی با مقاله دومی و مقاله دومی با مقاله سومی و این مقاله سوم با هر دوتای قبلی خیلی متفاوته و دوباره از رنگ قرمز. در این مقاله سوم باز هم کادربندی شده برای حاشیه نویسی و نقد نویسی جا گذاشته، بعضی از کلمات رو به رنگ قرمز نوشته و حتی بعضی از جمله ها رو به رنگ قرمز نوشته که حالا بعداً بخونیم ببینیم که به چه معنی است. این هم دوباره در این صفحه تموم میشه. این سومین مقاله هست. اینجا با یک مثل استرلابه ولی استرلاب نیست، قطعا استرلاب نیست، احتمالاً هم استرلاب باشه، اینقدر با چیز نگیم، برای اینکه این وسط اون چیزهایی که قبلا خوندیم در مورد استرلاب و اینها رو نشون میده و من میتونم اینجا تشخیص بدم. به هر حال این اینجا هستش و این بالا احتمالاً تموم شده بود، این باید شروع میشد. نه، ادامه همون کتاب هست و اینجا به یه جدول میرسیم که یه خانه‌ش هم خالیه و اینجا دوباره به صفحه بعد با یه جدول، در اصل با 5 جدول روبرو هستیم که بعضی از خانه ها هم خالیه ولی اکثر خانه ها پر هستش. 1-2 خانه هم صفره، یک خانه در اصل صفره. و بعد اینجا میبینیم که بر بالای بعضی از جملات خط قرمز کشیده و احتمالاً به عربی هستن. حالا بعدا برگردیم اگه وقت بکنیم میخونیم. در این صفحه میبینیم که نوع قلم دوباره تغییر میکنه و بعضی از کلمات رو هم به قرمز، هم با رنگ قرمز و هم با رنگ، در همون کلمه رو با رنگ سیاه هم نوشته، احتمالاً اولش سیاه و بعد این رو دوباره با رنگ قرمز نوشته تا براش تأکید بکنه. اینجا حاشیه هم براش هستش که یه اعدادی هم در زیر اونها نوشته شده. امیدواریم که بتونیم این خط رو بخونیم. یه مقداری حالتهای جالبی داره و در این صفحه ها دوباره خط تغییر میکنه. این 2 صفحه عین هم نیستن، خط تغییر میکنه و باز هم بر بالای بعضی از کلمات و جملات خط قرمز کشیده شده و بعضی از کلمات رو نوشته. در این صفحه با اشعار رو مواجه هستیم.
در این صفحه با همه این خط‌ها یه مقدار فرق میکنه و خیلی به هم نزدیک، خیلی ریز نوشته شده و احتمالاً خواندنش باید اینو بزرگ کرد و خواند. دوباره میرسیم به یک صفحه‌ای که ظاهراً کادربندی هم باید میشده که از طرف بعدیش شده و این هم طریقه نقشبندیه سالک اولانلرون کیفیت. حالا اینم از اینجا شروع میشه ولی اون هم یک صفحه هست، نمیدونیم چی میشه و چی نمیشه و بعدش استغفرالله دوباره اینجا فکر کنم با آیات مواجه هستیم. حالا برمیگردیم ببینیم که اینها چی هستن. با سوره ها مواجه هستیم، سوره های قرآن که با بسم الله شروع میشن. کادربندی شده قرآن کاملا در انتهای هر آیه به جای عدد آیه ها نقطه های بسیار بزرگ سیاه رنگی رو گذاشتن که نشون بده که اینجا آیه یا معنی تمام میشه. در سوره های قبلی بین بسم الله ها بعضا کادر کشیده بود و بعضا فاصله زیادی گذاشته بود که سوره ها رو از هم جدا میکرد، ولی از اینجا به بعد ما با سوره هایی مواجه هستیم که در داخل هم نوشته میشن. الآیت الاولی فی سوره البقره، این هم از اینجا احتمالاً اینها آیات قرآن هست و میرسیم به یک دوباره جدول و یک دیاگرام و جدول. جالب این هازا دعای حال الغیب احتمال باشه، این هم یک دعایی هستش که در این صفحه کتاب دیده میشه و باز به شکل همین امروز که قرآن ها رو به این شکل می نویسن، اغلب قرآن ها با این خط نوشته میشه، ولی این حالا همین گفتم دیدم که بله برای اینکه درسته اینجا با بسم الله شروع میشه ولی این یه چیزی هستش به ترکی نوشته شده، برای همین فرق داره الفباش و نوع خطش با یعنی فونتی که به کار بردن برای نوشتن این متن ترکی بسیار متفاوت از اون قرآن هستش و درش جدول هم در هر صفحه یکی دو تا جدول رو میتونیم ببینیم. حالا بعضا ببینیم که اینها چی هستن، اگر سر در بیاریم این جالب خواهد بود. و در این صفحه با یه جدول مواجهیم که بعضی از جدول کلا رنگش قرمز داخل خانه های جدول و بعضی کلا سیاه هستش و هر کدوم هم یه مطالبی رو نوشته شده. این بیشتر حالا نمیدونم اینها چی هستش بتونیم اینجا خالیه و یه نفر بعداً هم این رو نوشته و هم یه محاسبات ریاضی انجام داده و اینجا دوباره الرکوب للسفر احتمالاً یقرأ عند الرکوب بالسفر، اون زمانی که برای سفر آماده میشه سوار یعنی حرکت میکنه دعا رو بخونه. حاضر دعا فتح حالا اینو دولت جالبه ولی اینجا بعضی از کلمات کاملا از بین رفته. برای اولین بار در این کتاب با بخش هایی مواجه میشیم که به نظر میاد نمیتونم بگم عمدیه، احتمالاً سهوی بوده، مرکب آب داشته، احتمال میده به این شکل بوده باشه. آب کشیدگی رو میشه در حاشیه حروف دید، کلمات دید. دوباره خط تغییر میکنه، دوباره خط تغییر میکنه، دوباره جای خالی و دوباره خط تغییر میکنه. با جدول‌های دیگری روبرو هستیم و کتاب تمام. برمیگردیم اول کتاب. خب خیلی متنوعه، یعنی این کتاب با آنکه 108 صفحه هست ولی احتمالاً 108 تا دستخط منحصر به فردی وجود داره درش. ببینیم که این کتاب اولی که اگه بتونیم حالا یه چند صفحه ازش بخونیم خیلی جالب خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشیخ رحمه الله تعالی اذا ارادت سورة لیس المبارک
الشریفه المعظمه فی قضاء حاجاته او غیر ذلك مما لله فیه رزا فابتدا بقراءتها بعد ان تصلى ركعتين بالفاتحه والاخلاص فاذا فرغت من الصلاه تصلى على النبي عليه السلام ما اردت اون چیزی که اراده میکنی ثم ابتدا بالقراءه و تقول بسم الله الرحمن الرحیم یاسین 7 مرات ثم تقرأ إلى قوله تعالى فأعشيناهم فهم لا يبصرون ثم تقول اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه احفظني عن أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والبالغين كما حفظت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير ثم تقرأ إلى قوله واجعلني من المكرمين ثم تقول اللهم أكرمني بقضاء حوائجي يا رب العالمين ثم تقرأ ما أنزلنا على قومه إلى قوله ذلك التقدير العزيز العليم ثم تقول اللهم إني أسألك من فضلك الواسع السابع. حالا این ظاهرا یک دعایی هستش، یاد میده که مثلا چی کار بکنید دیگه. تا اینجا میاد اگر با کسی دیده کسی اصابت کند نام آن یک وجهله باز بنویسید و آن کاغذها این دعا هست، بیشتر ادعیه هستش. حالا طلسم و اینجور چیزا ممکنه باشه. خب این قسمت تمام شد، یعنی اون قسمتی که خیلی خطش برام جالب بود رسیدیم به همون قل هو الله احد الله الصمد. این رو میگه هر که این وقف را حاصل شود، بذار ببینیم این چی میشه. اینجا به فارسی نوشته زاره هر که این وقف را حاصل شود ثواب ختم قرآن نایل باشد و حاجات آن روا باشد و از زبان ادیبان امین باشد و از زیان آدمیان امین باشد و در دنیا احسا و فقر نمی بیند و از کید و مکر و سخنان محفوظ باشد. حالا اینجا یک چیزی نوشته و گفته که این رو چیز جالبی هست. اینجا چی ببینیم چی هستش. بسمه سبحانه عز شأنه در بیان سکون الشمسی و القمر فی بروجات. حالا میاد در مورد این بخش میپردازه به اینکه خورشید و ماه و دیگر سیارات چه شکلی kar میکنن با هم. Biline ki güneş her bir cezre bir ay turur. Her bir حالا اینجا این یک کلمه رو نوشته که یه مقدار جله bir ay turur ama قمر her bir cedeh ehtimal cedide cedeh 2,5 gün turur. Ondan birce dahi gider. Ondan dahi bir borca dahi gider. İndi bilmek dilersen ay gengi bir cededir ve ol günlerde hacet insaniden ne amel kılmak gerek ve ne amelden sakınmak gerek. Kılmak دیدیم که یعنی چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی sakınmak هم انجام ندادن. پس kılmak انجام دادن، kılmamak منفی میکنه این رو، ولی متضاد این kılmak sakınmak یا sakınmak که به معنی خودداری. gece gündüz اینها ضد همن، شب روز ضد همن. بعضی از افعال ما مثبت داریم و منفیش هم داریم. اینجا حالا اینها بعضی کلمات متخصصی دیگه من سر در نمیرم. جده اینجا چی میشه یا
چی هستش نمیدونم. Hacet insaniden ne amel kılmak gerek ve ne amelden sakınmak gerektir ani beyan edelim. İmdi eğer bilmek dilerseniz ki ay ne gün gengi burca gelir ola evvela gerektir kim güneş gengi burcuda dört birlesin. Güneş gengi برجده این هم برجه بس برج در برج اونی که نتونستیم در بالا بخونیم برجده هستش یعنی در برج güneş her برجده bir ay turmak یعنی durmak ت قبلا نصب کردیم که به د تبدیل میشه durmak اما قمر هر برجده 2,5 gün turur. دوستانی که در ترکیه زندگی کردن احتمالا میدونن که در بعضی از کلمات به جای 2.5 میگن 2,5 1,5 ولی اگر خود نیم باشه میگن yarım. خب البته 2 yarım da demek olar میتونی بگید ولی اون چیزی که بیشتر جاری و ساری هستش در ترکیه همین که بگی مثلا 2.5 رو میگن 2,5 3 رو بگی 3,5 3.5 اینجوری. حالا اما قمر هر برجده 2,5 gün turur. قمر در هر ماهی 2.5 روز میمونه. خورشید گفتش که چی؟ 1 ماه میمونه در هر چیزی. حالا چرا؟ برای اینکه ماه اینجوری فکر میکنم باشه ماه 15 روز بزرگ میشه و 15 روز شروع میکنه به کوچیک شدن. اون چیز از زاویه دید ما اینجوری میبینیم، نه اینکه اون بزرگ کوچیک میشه ولی ما اینجوری میبینیم. اون قسمتی که به طرف ما باشه و ما نور بیفته و ببینیم اینجوری تغییر میکنه زاویه چیز. حالا احتمالا بر اساس اونه، نمیدونم، من با اینها رو سر در نمیارم. ایمدی بیلمک دیلرسن اگه بخوای بفهمی آی گنگی برجده. حالا این گنگی چی هستش؟ همه برج ها باشه. برجده dur ve ol ve evvel günlerde hacet insaniden ne amel kılmak gerek ve ne amelden sakınmak gerektir ani beyan edelim. İmdi eğer bilmek dilerseniz ki ay ne gün gengi burca gelir evvela gerektir kim güneş gengi burcuda durur biriyle sen. Ruznamelerde şuhur Rumiye'nin kaçıncı gününde güneş bir börce tahvil eder beyan و عیان olmuştur. حالا اینجا ظاهرا این کتاب خیلی هم قدیمی نباشه برای اینکه داره از روزنامه ها صحبت میکنه. روزنامه‌لerde شهور رومیه، احتمال میدم اینجا منظور از رومیه ماهای مسیحی باشه. Kaçıncı gününde güneş bir borca tahvil eder beyan ve ayan olunmuştur. Eğer olunmuştur ana nazar edesen gengi borcuda olduğu borca idiki ya olduğu malum olup بعد عمل edesen. حالا ببینیم چیه عمل edesen. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذی‌حجه. اینا ماهایی هستن که عربی، نام عربیه و بر اساس گردش ماهه، نه بر اساس گردش خورشید. iş bu 12 ayın gengisinde. این gengi یعنی همه، فکر کنم همه. و genci gününde ya kaçıncı اینم gengi حالا kaçıncı gününde gengi borca tahvil eder. Mesela ayın kaçıncı günü idüken
zeyt edersiz ve bir ol kadar dahi adet zam edesen. Dahi tazif edesen. بعد 5 adet dahi zam edesen. بعد bu mecmul kaç kere 5 olur göresen. حالا تقسیم بکنی. اولا günəş olduğu borcudan beşer her borca veresen. حالا 5 تا bir her borcu بدی. گندی borcuda tamam olursa در اون borci که تمام بشه بلکه قمر اول borcudadır. احتمالاً bil ki قمر اول borcudadır. قمر در اون borç است. مثلا bu nüsxe yazıldığı vaxt günəş cüday borcunda idi və daxil cəmaidül axarın 27 20'si idi. Bu 20'ye bir 20 daxil زم بدون. حالا مثال میزنه که مثلا الان 20 ماه بوده، مثلا جمادی الاخر، حالا براش یه 20 اضافه بکنید شد 40. 40 oldu. حالا 40 تا شد. üzerine 5 daxil یا زیاده الیون. 5 اضافه بکنید میشه 45. 45 oldu. و bu vəçilə 9 kere 5 oldu. حالا به این شکل 9 5 تا 45 تا میشه دیگه. 9 تا 5 شد. 9 kez 5 oldu. Günəş خود جدای borcunda idi. میدونیم که خورشید جدای borcunda idi. بس imdi جدای borcundan her bir borca beşer verdik. حالا از خود جدای شروع میکنیم، برای هر ماهی 5 عدد میدیم، قرض میدیم انگار. 9 عدد سنبله borcunda idi. verdik. 9 عدد 5 نهمین 5 که میخوایم بدیم به ماه سنبله میفته borcunda idi. بلکه اول وقت ای سنبله borcundadır imdi. دائم bu وسیله ادسین لا یعلم الغیب الا الله. اما میگه به هر حال ما گفتیم ولی معلوم نیست، جز خدا هیچ کس حقیقت قضیه رو نمیدونه. حالا ماها رو هم اینجوری میشه: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. این دیگه geçen ay حمل. حالا دیگه این دیگه وارد بعضی از چیزا شد، اینجا تمام میشه. بذار ببینیم میتونیم اینجا یک عددی چیزی پیدا بکنیم در رابطه با تاریخ این بخش از نوشتار. این صفحه آخری ببین تقریبا از سطر دوم خط چیز عوض میشه. بیان olmuştur تمت کلمات. اینجا تموم شد. از اینجا به بعد رو یعنی indi geçen ay hamel borcuna gelse ol gün gecesiyle şartın menzilinde olduğu ve dumayında beyan olunmuştur. Olduğu ve varaq yanında beyan olmuştur. تمت کلمات. اینجا تموم شد و از اینجا به بعد تا آخر این صفحه رو یه کسی دیگری با یه خط دیگری نوشته. تمت الکلام فی چی المقام، احتمالا فی هذا المقام. بعد بریم که این مطلب بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. هذه رسالة فی بیان منازل القمر اما بلونکیم حکما و اهل رصد فلکی 28 رصد فلکی 28'e taksim etmişlerdir ve her kısmına manazil diye ad vermişlerdir. Ve qəmər bu mənzillərin hər birində bir gün və bir gecə durur. Ondan bir sənə dahi nəql edər. Ondan birisine
birisine dahi nakleder. 12 burcu 12 ayda bu vəc ilə dur və hər mənzilin 12 dərəcə və 52 dəqiqədir və 28 mənzilin hər birinin bir adı vardır və huruf تهجیدن kimi 28 حرفیdir که خود حروف تهجی الف با هم 28 است و هر منزلن bir حرف متعلقdır و اسماء بالله'den و اسماء الله'den و آیت کریمه'den her birine مخصوص اسم و آیات vardır. و حالا دیگه اینجا شروع میکنه به اینکه آشنا بکنیم با روش احتمال میدم دعانویسی. همه اینها مربوط به دعانویسیه. و اون یکی burucata cümle dahiller. İş bu mahallede asamileri zikr olunur ve müteallikleri ile beyan olunmuştur ve dahi khasseleri ma'lumudur. İmdi geçen Qəmər Həməl burcunda vaqe gün gecesiyle ihtimalen şartın menzilinde olur. Bu menzilin harfi elifdir. Esma-illah'den Allah'dır ve ayat-ı kerimeden münasip olan ayet-il kursidir ve ihlas-ı şeriftir. Bunları ol günde 111 kere okuyalar. 111 kere من اینجور دارم میخونم 111 kere okuyalar ve Hakkı Subhanahu Teala Hazretleri her ne این her ne نیستش هر عادی وار ایسا و آلمیا نمیدونم اینجا یه مقدار قاطی شده کلمات که نمیتونم برم و خواص حروف شکل الف yazılsa و مذکور ayetleri وفق eylemek vekf etmek murad olunsa, vefk etmek murad olunsa, beyan olunan günlerde ketep olunmak gerektir. Ketep olmak gerektir که عمل باطل olmuyor. حالا ادامه داره. از اینجا هم یه مقدار خوندیم. بریم میبینیم که مثلا از اینجا یه ذره بخونیم ببینیم چی میشه. Gecen Qəmər Sünbilə burcunda vağı olsa, ikinci gün gecəsilə Ava Al-Eyn və Vav Alif Ava mənzilində olur. Bu mənzilin hərfi mimdir. Zikrə münasib ya məlik ya mucibdir. Ol günlərdə məşğul olduqca celal-i qəlb hasil ola və ayətdə münasib. Qul Allahümmə malikul mulk etdir. Və ayətdə münasib qul Allahümmə malikul mülk ayətdir. Və hər geçən Qəmər Mizan burcunda vağı olsa, ol gün gecəsi ilə Səmak mənzilində olur. Bu mənzilin hərfi nundur. Zikrə münasib ya nasir ya nur. Ol günlərdə məşğul olubdur. سنت یقین حالا دیگه ادامه ندیم چون که اینا رفت به یه چیزی که من میفهمم چی میخواد بگه ولی چون با این احتمال میدم دعانویسی هستش احتمال میدم هنوز مطمئن نیستم برای همین اینجا خط عوض میشه نگاه کنید خط عوض میشه
با یک چیز مواجهیم، اون ماها رو کشیده و اون الفبایی که برای هر ماه گذاشته بود اون رو نوشته، اون برای اون روز یا اون چیز اسمی که از الله انتخاب کردن گذاشتن یا سوره‌ای که باید نوشته اونها رو گذاشته، اعداد اونجا رو گذاشته. مثلا من اینجا میدم 1 2 3 4 اومده تا 25 و 26، احتمالاً گفتش که اینم 28 روزه. اینجا یه چیزی هستش که مثلا نشون میده که این در صبح هستش. حالا 5 چی کار میکنن دیگه، اینها رو اونجا یه چیزایی توضیح داد. از اینجا به بعد یه مقدار خوندنش احتمالاً سخت باشه، برای اینکه اومده علتش این هست دوستان، اومده با رنگ سیاه نوشته و بعد دوباره همون رو از روش با رنگ دیگری نوشته، در احتمالاً قرمز نوشته. در نتیجه یه مقدار کلمات دوبله سوبله دیده میشه. حالا این اولیش چی هستش نمیدونم. رد için bu ameli دوشنبه günü ayın ikisinde ay ikisinde evvel saatte ya 8. saatte yazgıl murad hasil ola. Eğer dilersen benden ya gayri beden bir murad ola. حالا دیگه اینجا خواندنش خیلی هم سخت نشد، برعکس اون چیزی که فکر میکردم خیلی هم سخت. حالا اومد رسید به یه اعدادی که برای چیز نوشته، مثلا طالب اسمی، طالب مثلا اسم من محمده، 92 میشه این، نمیدونم چرا. مقصود اولام درهم عددی 249. مقصود اولانdur هم عددی یا درهم عددی 249. مطلوب بند اولان اولان لحمد عددی 53 جمعاً 394. حروف به علا خیلی چیزه نمیدونم. حالا اینجا اومده یه جدول کشیده، این دوباره همون حروف رو اینجا آورده. رساله شیخ احمد یونی رحمت الله 3700 اهل الله bu mübarek vefk şerif birle irşad oldiler biz muhtasar kıldık Talib Mustafa ibni. حالا نویسنده طالبش، کسی که این دعا رو خواسته یا این طلسم رو خواسته، طالب مصطفی ابن فاطمه کاتب، مادرش اسمش دیگه اسمش فاطمه بوده احتمالاً. مطلوب محمد ابن رازیه. این چی بوده؟ یا بادی. حالا این یه جدولی برای اون نوشتن که حالا چی بشه نمیدونم. اینجا گل دادیم اینجاها رو بخونیم ولی خیلی سخت. یوم الاحد الحمدلله رب العالمین. حالا اینجا یه عدد 1071 میشه، اینجا برای ما دیگه اینجا خونده نمیشه، احتمال میدم که خیلی هم برای خوندن نوشته نشده. یوم الاثنین ایاک نعبد و ایاک نستعین بالصف. اینجا هم عدد 969 رو نوشته. یوم الیک غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. یا عزیز احتمالاً باشه، حالا نمیدونم، اینا خیلی هم سر در نیاوردم اینجا رو. بذاریم ببینیم. حالا این جزو کتاب‌های تخصصیه، چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. امروز هم حتی در همین کانادا هم این کارها چیز داره، طرفداران خودشو داره.
نمیدونم جادو جنبل باشه، اگر حالا کتاب رو باید از اول با آخر یواش یواش خوند و تمرین کرد و اینها، یاد گرفت که این چی هست، میشه این رو یاد گرفت. به هر حال بوسم اینزال اسی هر او تعال او دیگه نقطه نمیذاره از اینجا به بعد در این صفحه نقطه اصلا نذاشته. نگاه کنید در نتیجه خواندنش مانع دی قد جعل الله لكل شيء قدرا الله هو حسن ان الله بالغ اهل قد جعل الله لكل شيء قدرا. دوباره 29 tamam oldukta Allahümme دیگه نداره. دوباره اینجاها آیت دعاسن اوگیه مرادی ben talep eyleye. 44 Allah Teala Celle Şanuhu Hazretleri cemi mevcudatın ve mahlukatın tasarrufini bu dört melaikenin tasarrufunda koydu. Bu dört melek dahi Hakkı Teala'nın esmaları kuvvetiyle cemi alemi tasarruf ederler. Gönül tasarrufi ve padişahi ve gayri ademleri tasghir etmek için Cebrail esmasına meşgul ol ima esma bunlardır. Aliyyul Vedud Oğya 247 kere her gece ve gündüz meşgul ola Allah muradine اره ارشاد. احتمالا انشاءالله تعالی این بله انشاءالله تعالی. حالا میبینید که میتونیم بخونیم، یه مقدار زور میبره دیگه، اینگار که داخل گل میخوایم راه بریم یا میخوایم ماشین رو مثلا در سنگلاخ برونیم، باید با احتیاط حرکت بکنیم. دوباره اینها دیگه مربوط به دعاهاست که متوجه شدیم. بله مربوط به دعاها هستش. حالا اینجا یک چیزی دیگری رو ببینم میتونیم بخونیم. اگر آیت الکرسی 50 kere beyan yemeği suyu üzerine kere beyan yemeği suyu üzerine okuyalar akli ve fehmi kem ve lafz ibarati barid kimsenin içerisine barid kimsene içirseler derhal zیرک و فصیح زبان ola. نگاه کنید مثلا حالا میگه اگر یکی، حالا دیگه خیلی اینو تبلیغ میشه ولی امیدوارم که حالا خب بریم صفحه بعد. صفحه بعد یا یه حالت شعر داره ولی عربی ترکی انگار، نمیدونم حالا باید چه شکلی باشه. یا من یری یا فی الضمیر و یسمع یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انتل عدل کلی انتل عدل کلی یا ما یتوقع یا من یرجی لشدائد كلها یا من الیه المتشکی والمغزع یا حالا دیگه این شعر عربی هستش. حالا بیشتر هم دوباره میره به طرف یه چیزهایی که من دستم از این قسمت کوتاهه، خرما بلنخیل و دست ما کوتاه. اینجا یه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکه. حالا اینجا دوباره از کلمات رو نوشته ولی مثلا نقطه اینا خیلی استفاده نکرده، در نتیجه من اصلا نمیدونم. السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ارواح المقدسه اغیوسونی
به قوس و انتظرونی به نظرت و ارحمونی به رحمت به حقکم. یا حالا اینا آدم عربی میخواد که یا رفقا یا مهنا یا امعانا یا نمیدونم اینا. من دیگه اینها رو نمیتونم بخونم چون نقطه هم نداره. خوندن بعضی از اینها بسیار سخته. اینجا یک صفحه بود که خیلی متفاوت بود، ما یه مقدارش رو خوندیم. طریقه نقشبندیه سالک اولانلرون کیفیت اشتغالری یا نبی اولا. اینجا دارم اشتغالری احتمالا کیفیت اشتغالری یا من اولا نه اولا اولا طالب صادق علی علا قدر المقدور درونینی خطرات ردیه در خالی ادب. حالا خطرات درونینی خطرات ردیه در چی میشه این خطرات ردیه در خالی ادب مستقبلا الى القبلة مستقبلا روش الى القبلة تعریف اولونه وچه üzere oturup gözlerin kapayıp cemiye havasıyla müstegar nur iman ve menbe muhabbet malik mennan olan kalb sanuberi şükr canibine müteveccih olup Hakkı Teala Hazretlerinin kemal azamet ve mahbubiyetiyle hazır ve nazır bilmekle tezarruen ve hafiyeten 25 kere نشا قلبن. حالا این چی هستش نمیدونم. نشا قلبن مواتاتیلا یه چیزی نوشته. استغفرالله دیه بعده bir فاتحه و 3 اخلاص شریف okuyup دیگه این هم یه دعایی هست. بعدش میرسیم به قرآن. من فکر میکنم این بخش قرآن. حالا من میتونم یک سوره اول رو بخونم بقیه رو بذاریم ببینیم چی هستش. میگه بسم الله الرحمن نه این بسم الله استغفر الله من جمیع ما کره الله قولا و فعلا استغفر الله العظیم و نسأله التوبة و المغفرة. اینجا قرآن نیست، اینا و المغفرة و الهدایة انه هو التواب الرحیم. اعوذ بکلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انت ربي لا اله الا انت انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت و ابو لك بنعمتك علی و ابو بذنبی فاغفر لی ذنوبی و انه لا یغفر الذنوب الا انت یا الله یا غفور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از اینجا احتمالا نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی محبوبا و مرغوبا فی قلوب المؤمنین و مسلمین. این آیه سوره نیست. این احتمالا باز چیز هست مثل از حروف از فونتی که برای قرآن نویسی استفاده شده یا اگر چاپی نباشه احتمالا هم چاپی نیست. این کتاب همون با حروفی نوشته که امروزه بهش میگن حروف چاپی دیگه. تقریبا به اون شیوه نوشته شده که قرآن ها در تاریخ اینجوری نوشته شدن اکثرا. و مرغوبا فی قلوب المؤمنین و المسلمین و الناس و فی السنتهم اجمعین. حالا بذار ببینیم بعدی چیه. و بلغنی الی 120 سنه من
غیر ضعف و علت و من غیر فقر و معصیت به حقك یا حافظ و یا حفیظ فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اللهم انی اعوذ بک من ذهاب الدولة و تغیر النعم و تحول العافیة و اعوذ بک من شقاوت بعد السعاده و من زلالة بعد الهدایه و من الفقر بعد الغناء و من التعسر من الأسر قدیر و علا و ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم که اینجا رفت دیگه رو دعای بسیار سنگینی. این باید یه جایی اول کتاب یه چیزی نوشته باشه. این احتمال میدم این بالایی که خوندیم اون داره میگه که این دعا رو بخونید. حالا ما رسیدیم به اینجا که میگه کجا بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم به حق الف لام میم و الف لام میم و الف میم صاد و الف لام را و الف لام را، اینا حروف مقطعی هستش که در اول بعضی از سوره های قرآن اومده و گفته میشه اینها رمز هستند و این رمزها حالا چه کار کردی داره. احتمالاً اونهایی که حروفیه به مذهب حروفیه رسیدن برای اینها یه معانی و تعاویلی رو گذاشتن که حالا بر اساس اون اینقدر داره دعا قسم میده. اللهم به حق الف لام میم، اللهم و الف لام میم و الف میم صاد و الف لام را و الف لام را و الف لام را و الف لام میم را و الف لام را و الف لام را و کاف ه یا عین صاد و تاها و تیم تا سین میم و تا سین و تا سین میم و الف لام میم و الف لام میم و الف لام میم و الف لام میم و یاسین و صاد و حامیم و حامیم و حامیم عسقه عین سین قاف و حامیم و حامیم و حامیم و حامیم و قاف و نون و یا هو و یا من هو یا من لا اله الا هو رب اغفر لی و انصرنی و احفظنی و عصمنی و اهدنی و ارشدنی الى سواء الصراط واجعلنی محبوب القلوب و مستور العیوب و مغفور الذنوب و وجیها فی الدنیا و الاخرة واجعلنی للمتقین اماما و للمسلمین و الناس مفتیا دائما. اللهم سبل سترک و احتجنی انشراء احتمالا اجتبنی انشرار خلقک و حل بینی و بین زرایا و البلایا و العزل والفقر والذل والقهر والمغلوبیت به حق کاف ه یا عین صاد به حق حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. حامیم 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 هم الامر و جاء النصر فعلینا لا ینصرون. اعوذ بکلمات الله التامات کلها من شر ما خلق. بسم الله الذی. اینها دعا هستش دیگه. اینها دعای بسیار که خدا رو قسم میخوره و اینها. من فکر کردم اینها قرآنه ولی قرآن نیست. این دعاهاییه که بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره اللهم نظم احوالی و احسن افعالی و خلصنی عن علم الفقر و الذل و خلصنی عن البلاء و القضاء و الوباء و از شرور الاعداء و الشیاطین
المضلين والنفس الأمارة بالسوء اللهم اجعلني من الصالحين والعابدين والأغنياء الشاكرين ويسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا من الخير وبعدني ويعدني احتمالا ويعدني من الشر والعصيان والذنوب من الصغائر والكبائر والقربني بالعمل الصالح والصدق والعصمة واجعلني من الصالحين اللهم يسر لنا أعمارا بالأعمال الصالحة والمعارف الإلهية والعلم وفصل النافع بالحقائق والدقائق ونور قلبي يا نور بأنوار المعارف والعلوم المشهورة بين العارفين والعالمين المحققين وبأنوار الإيمان حال النزع في آخر عمري بأن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بعظمتك وكبريائك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حالا اینجا ظاهرا تمام نمیشه، من فکر کردم تمام میشه اللهم حرسنی به این کلتی لا تنام و اکنفنی بکنفک الذی لا یرام و ارحمنی بقدرتک علی انت سقطی و رجائی فکم من نعمت انعمت بها علی قل لك بها شکری و کم من بلیت ابلیتنی بها قل لك بها صبری. حالا دیگه اینجا داره یه چیزایی رو میگه و حالا من فکر کردم اینا آیه هستش که گفتم اول کتاب به نظرم از آیه ها استفاده میکنه ولی قرآن رو نمیخونه. این دعا هستش که احتمالاً حالا اگر باید چیز شد باید آدم بتونه اینها رو بخونه و بفهمه. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والاعوذ بک من العجز والکسل والاعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة دینی و قهر الرجال برحمتک یا ارحم الراحمین یا من لطیف لم یزل لطف بنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قهرك يوم الخلل یا خفی الالطاف نجنا مما تخاف. ای حالا دیگه از اینجا به بعد میشه فارسی. ای بار خدا به حق هستی 6 چیز مرا مدد فرستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و امان و تندرستی، یا لطیف و لطفک ادرکنی به لطفک معت الف لطفک هذا وقت لطفک یا لطیف و ادرکنی به لطفک الخفی انا محتاج به لطفک و انت غنی عزیز. اللهم اجعل اول یومنا هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا. اللهم اجعل اوله رحمة و اوسطه رهادة و آخره تکرمة. اللهم ارزقنا من العیش ارغده و من العمر اسعده و من الرزق اوسعه. اللهم اعفو عنا بعفوك و احلم علینا بفضلك یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنی فهم النبیین. اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و حفظ المرسلین و الهام الملائکه المقربین یا اله العالمین. دیگه حالا اینها دعا هستش دیگه، آیه نیستش، قرآن نیستش. ولی اینجا میاد میرسه
یا عباد الآیت الاولی فی سورة البقره. حالا اینجا دیگه میاد انگار به سوره بقره میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا النبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیت الثانیه فی سوره العمران، این آیه دومی هم در سوره نساء هستش و بعد عمران هستش و بعد سوره یه آیه دیگری از سوره نساء رو میخونه. آیت الرابعه آیه چهارم هم فی سوره مائده هستش. در سوره مائده از هر سوره یه آیه رو بر اساس حالا یه چیزایی داره. الآیت الخامسه فی سوره الرعد، سوره رعد هم یه آیه ازش انتخاب میکنه. حالا اینجا میاد یه به جدول میرسه. بذار ببینیم جدول چی هست. ام جعل الله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء و هو الواحد القهار. حالا دیگه یوم الاحد ساعت اول سنه، احتمالا شنبه، دوشنبه، احتمالا یوم دوشنبه، یوم الاحد ساعت ما بعده. حالا اینجا چی؟ چهارشنبه هست اینجا، احتمالا یه چهار حالتی میبینم اینجا، نمیدونم چی هست. یوم دوشنبه، یوم دوشنبه، یوم ثلاثا، یوم الاحد، یوم یوم ثلاثا، یوم اربعا، یوم الاربعا، یوم الخمس. حالا دیگه اینا هم یه چیزایی هستش که دوباره شمال و جنوب اینجا چیزا هم که عدد گذاری کرده. هذا دعای حال الغیب، احتمالا یا جال الغیب، یا این هم یه دعا هستش که دوباره مثل همون خطی که قرآن رو دست نویسی میکنن با اون نوشته شده. و بسم الله الرحمن الرحیم کتاب وفق قواعدین. حالا اینجا ببینیم چی میگه. اینجا به فارسی اومد یه چیزایی داره مینویسه. بسم الله الرحمن الرحیم کتاب وفق قواعدین بیان ادر. فارسی نیست، این چیز ترکی هستش. کتاب وفق قواعدین بیان در وفق وضعinde طریق بی نهایettir. اما اعتبار olan oldur ki cevheri huruf ola ve dahi bir vefgide cevher huruf olmaya e'tibar olmaz ve ustadlar qətində e'tibar olmazlar ve ustadlar qətində zira əməli mə'kus olur derlər və dahi isə andırsa da cevher huruf olmaz zira qabil deyildir. Amma çar اندر چارده، dört در dört، چهار در چهار، چهار اندر چارده و باقی اشکالده جوهر حروف گلور. شرح ادلم مجموع وفق تعلیم اولونه انشاءالله تعالی شکلی 3 اندر 3 این است. حالا این 4 اندر 4 رو گفته، این 3 در 3 رو میگه که اول اینو میگه زل و دخی 15 زل و دخی. این 9 تا چرا نمیشه؟ شکل 3 اندر 3 این است. زل 15 و دخی احتمالا 15 تا زل داره، نه بیش 4. اونبش زل و دخی bir mürebbede bir esma گنمق دلسن. حالا اینجا دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ol görmek gerek kim ol طالعدند نه قدر عدد چیگر ol. حالا دیگه اینم مربوط رفت دوباره به همون قضیه. اینجا دوباره همون 3 تا هست، اینجا 4 تا هستش که گفته بود داریم یاد میدیم. حالا میخواد اینها رو یاد بده. کتابی هستش که یه چنین چیزهایی رو یاد میده. در زمان خودش اینها وجود داشته. ظاهرا ابوعلی سینا که این همه به ما میگن، اینم با این علم یا این رشته آشنایی داشته و تخصصی هم درش داشته، برای اینکه در یک زمانی علم حساب میشده. الان نمیدونم. لا یعلم غیب الا الله کل منجم کذابون کل منجم کذابون. اینجا میگه که همه غیب رو جز الله کسی نمیدونه و همه منجم هایی که ادعا میکنن آینده رو میدونن و میتونن پیش بینی بکنن میگه همشون کذابن. bir xəstə olurmu olmazmı biri xəstə olurmu olmazmı bilmək diləsən əvvəla xəstənin adını və xəstə olduğu günün hesab edib bədə 20 daxi zəm edib 30 da 30 ad 30 artar ederler. 30 tar ederler. Baqi qalan ədəd qaç isə ana nəzər olunur. Əgər həyat isə sağ olmaq ehtimali var və əgər məmatidə isə ölmek احتمالی var. حالا اینجا برای ممات و حیات هم یه جدول رسم کرده، جدول 4 تایی که حالا اعدادی هستش. ölür ölmez. حالا اینجا هم یه چنین چیزی رو رسم کرده. جالب هست اینم. هلجان درم 4 دنا انسان 4 دنا کت 4 دنا. آره اینجا هم یه دارو رو گفته که چجوری مثلا یه دارو بسازید. اینم یه کسی دیگری نوشته. عرضم به حضورتون که اینجا هم دوباره با یه صفحه دیگری مواجه هستیم، با یه خط دیگری در اصل مواجه هستیم که ببینیم چی هست. اینجا یه چیزی نوشته بوده که خط زدن روش سجده انگار نوشته بوده. نویت ان اصلی الله تعالی صلاة الفرض الفجر اداء مستقبلا قبل الله اکبر امام اویار عیسی امام اویار عیسی مقتدایان بالهدال امام. حالا این دیگه یعنی چی نمیدونم. مطلب یقرأ این در رکوب للسفر. حالا وقتی که میخواد بره سفر این رو باید بخونه. جالب هست. روی مسلم عن ابن عمر رضی الله عنه قال کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا استوى على بعیرة کبر کبر یعنی تکبیر گفتن. کبر ثلاثا قال الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم عون علينا سفرنا هذا وأطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفر وحالا این المنظر به المنظر و سوء المنقلب في المال والأهل والجور بعد الكور و دعوة المظلوم. صدق رسول الله صلی الله علیه. هذا دعای فتح. حالا این چیه؟ اللهم افتح لنا ابواب الرحمت و المغفرت. حالا اینجا یک چیزی نوشته و العافیتی و نعمتی
که دوباره ولی ایمان احتمالاً اینجا چی بوده، کشو میشه خوند و احتمالاً ولی عمر ولی ایمان یا دائم المعروف یا قدیم الاحسان به رحمتک یا ارحم الراحمین و هذا الآیات الاربعه. از اینجا به بعد 4 تا آیه قرآن رو میخواد بخونه که اونها چی هستن و بعد میرسیم به این صفحه که تقریبا اکثرا نقطه نداره، ولی خب باز هم یه چیزایی هست که همش عربی هم هست، اینها ازش بگذاریم. این صفحه دوباره خیلی متفاوت نوشته شده. باب یدنیجه منظورین عادی زراعدür، سعددür، محبت budur، سواهیل، شوائیل، اشاکیل، شتائیل، جمد لیائیل، سور نیائیل، بخور گشتر البان، حروف budur، سلسلولا، سولا، رساهر یتزبح. حالا چی هستش دیگه اینجاها؟ البته ترکی هم نوشته بعضی جاهاشو، ولی دیگه سواد من و وقت تو عمرم به اینها وقت صرف نکردم، در نتیجه خیلی باهاش آشنا نیستم، که یعنی آشنا باش نیستم که ببینم چی هستش. Bir kimsene bu musellesi bir muradi üçün mübarek günde fut ele götürse, halı ince fut değil götürse ve dahi içinde funlan esmaiye, ihtimalen konulan esmaya meşgul olsa 3 güne dek her muradi var ise hasıl ola inşallah Teala ol şekli budur. حالا الله لطیف این چی هست؟ چی میتونه به کافی جلیل الودید دائم. حالا اینجا بعضی از کلمات رو نمیتونه اصلا بخونم. دوباره اینجا پایین یه جدول دیگری دیگه. خیلی این کتاب مربوط به این قضایا هستش و رسیدیم به آخر کتاب، 1 ساعت و 12 دقیقه و خورده ای. خب به هر حال اینم یه بخشی از زبان هستش که در این بخش هم یه حرفایی حتما برای گفتن داشته، وارد اینجا شده. خب اصل قضیه بر اینه که انسان معتقد اول عقیده و عقد و معتقد یعنی چی؟ ببینید، عقیده یعنی که عقد از کلمه عقیده، از کلمه عقد که برای در ازدواج هم یه خانم و یه آقا رو وقتی میخوام به هم چیزه عقد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینها رو به هم گره میزنن. عقد و عقده هم از اونه، یعنی یه گرهی در یه جایی از روح و روان ما هستش که معمولا اینجا حس میکنیم عقده رو. ولی خب عقده یه چیزیه که گره افتاده در دل ما، یه گرهی زده شده در مغز ما، در دل ما، در روح ما، در یه جایی یه گره داریم. این عقد، عقده از عقد، کلمه عقد ساخته شده. عقد به معنی گره زدن. گفتم در ازدواج 2 نفر رو به هم گره میزنن، عقد میکنن. حالا عقیده هم از این ساخته شده، ما خودمون رو به یه چیزی گره میزنیم، آگاهانه یا ناآگاهانه. وقتی میگیم من عقیده دارم یعنی خودم رو بستم به یه چیزی، گره زدم. متاسفانه انسان ها بدون عقیده زندگی نمی کنن. به خصوص که من دیروز در بحثی که داشتم عرض کردم ما آزاد نیستیم. نه اینو نگفتم، فکر نکنم گفته باشم، شاید هم گفتم، نمیدونم. ما انسان ها آزاد نیستیم. آزادی ما یه آزادی خیالیه،
یه آزادی بسیار بسیار جزئی هستش. مثلا احتمالاً آزادی از اشغال و تشکیل دولت مستقل خودمون تنها آزادی باشه که میتونیم داشته باشیم. احتمالاً دیگه آزادی دیگری تقریبا نداریم، برای اینکه ما مشروط هزاران وضعیت اجتماعی، سیاسی، فکری، دینی هستیم که همه اینها عقده هست. ما رو گره زده دیگه، ما رو به یه جایی بستن. ما رو مثلا ما مسلمان ها، ما شیعه ها رو مثلا به اسلام و شیعه بستن جداگانه. حالا بعضیا رو به حضرت ابوالفضل بستن، بعضیا رو به منبر بستن، بعضیا رو به ملا بستن، بعضیا رو به آیت الله بستن، بعضیا رو به هر کسی رو به یه چیزی بستن، بعضیا به کتاب بسته شدن، بعضیا به آداب و رسوم و سنت و تاریخ و اینجور چیزا. بس بالاخره این وابستگی و گره زدن، همونطور که گاو رو، گوسفند رو، نمیدونم خر رو، شتر رو با گره میبندن به آخر یه چیزی جلوش میریزن بخوره، چاره دیگری نداره. عقیده یه چنین چیزیه. ولی در عقیده معمولا انسان ها خودشون آگاهانه خودشون رو میبندن و عقیده کار میکنه به شما شکل میده، به رفتار شما، به سکنات شما، به گفتار شما، به فکر شما، به انسان مهربانی باشید، انسان زشتی باشید، انسان قبیحی باشید، انسان عاشقی باشید، انسانی باشید که به انسانها احترام بذارید، انسانی باشید که انسانها رو قابل احترام ندونید، فحش بدید، بزنید، بجنگید. اینها همش به اون عقیده شما میزانش درش چیز داره. به هر حال خواستم بگم که اینها اعتقادات و اعتقادات ها بعضا کار میکنه، فرقی هم نداره که چی باشه. این اعتقاد بیشتر درونی هستش. وقتی شما به هر چیزی اعتقاد داشته باشید و تمرکز بکنید نیروهای ذهنی درونیتون رو یه جوری، احتمالاً مغز شما چون دست شماست و چون این مغز که تمامی این چیزی که انرژی میگن اون رو اداره میکنه، اون رو چیز میکنه، همین مغز احتمالاً در اثر تمرکز بسیار زیاد بتونه بیماری ها رو شفا بده در بدن شما. همین مغز میتونه بیماری ایجاد بکنه، همین مغز میتونه برای شما راههای جدیدی باز بکنه، همین مغز میتونه شما رو تو فقر و بدبختی نگه داره. این به نوع عقیده شما که خودتون رو بستید وابسته هست. یک کتابی که از من چاپ شده، من در مصاحبه‌ای که در اون کتاب با علمای ادیانی که در ایران وجود داشت انجام داده و از جمله با رهبر سیک‌ها در ایران یه مصاحبه انجام دادم و ازش پرسیدم شما اصولتون چی است؟ گفت ما 2 تا اصول بیشتر نداریم. 1 میمیریم، همه میمیرن. 2 زور مهمه، هر کسی زور داشته باشه، قدرت داشته باشه، اون قدرت داشتن مهمه. و بعد من هر چقدر از اون سال که حالا فکر کنم ازش بیش از 30 سال، نزدیک 30 سال یا 27 سال ازش گذشته، تو این کانادا دیدم که این سیک‌ها که در هندوستان شاید حدود 7-8 میلیون بیشتر الان نباشه، اون زمان که من صحبت کردم 4-5 میلیون بودن، ولی الان شاید 10 میلیون به شده باشن. تقریبا هندی ها رو در دنیا با سیک‌ها میشناسن. بگی که هندی ها چه نوع لباس میپوشن، همین میگن عمامه دارن و نمیدونم شمشیر با خودشون حمل میکنن و مثلا موی سر مردها دیده نمیشه، کلاهی هستش که زیر عمامه پنهان میکنن، ریششون رو نمیتراشن. اینها به 2 چیز اعتقاد دارن. یکی به هر حال میمیریم، نمیشه از مرگ فرار کرد، پس چیکار باید کرد؟ به قدرت باید تبدیل شد.
در نتیجه خیلی قدرتمندن و برای قدرتمند شدن خیلی تلاش میکنن، چون که میدونن میمیرن بالاخره، میخوان در اوج قدرت بمیرن. ایدئولوژی خوبیه. برای من هم به اینجا رسیدم که قدرت خیلی مهمه. قدرت خیلی مهمه. خب بگذاریم. روزتون به خیر. امیدوارم که چنین کتاب‌های مفید باشه برای آگاهی ما، برای آشنایی ما با اون چیزی که وجود داشته و داره. روز و شب بخیر، با امید دیدار در این روزی دیگر.